فقط 3 ماه نیاز داری تا به تناسب اندام و لاغری ایدئال برسی. امروز جلسه سوم از دور تمرینی تناسب اندام و لاغری تو 3 ماهه. سلام، من امیرم، خوش اومدید به کانال امیر ابا فیت. همونطور که گفتم امروز جلسه سوم از دوره تناسب اندام و لاغری توی 3 ماهه. امروز میخوایم بالا تنه رو تمرین بدیم. اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدید لینکاشو میذارم این بالا، حتما ببینید، چون تو جلسه اول یه تمرین هیت خیلی باحال رو انجام دادیم، جلسه دوم پایین تنه رو تمرین دادیم و امروز میخوایم بالا تنه رو تمرین بدیم. همونطور که تو جلسات گذشته هم گفتم تمامی تمریناتی که انجام میدیم بدون نیاز به تجهیزات خیلی خاصه، فقط یه تناب و یه کش نیاز داریم واسه انجام دادن این تمرین ها. همچنین تو بحث تغذیه امروز که بعد از جلسه تمرینی بهش میپردازیم میخوام در مورد کربوهیدرات، اهمیت کربوهیدرات و مقدار مصرف روزانه‌تون باهاتون صحبت کنم. پس حتما تا انتهای ویدیو همراه باشید. همچنین قبل از شروع جلسه تمرینی امروز باید بگم که توضیحات مورد نیازتون در مورد این دوره تمرینی رو تو جلسه اول به صورت کامل و جزء به جزء ارائه دادم. پس اگه اون ویدیو رو ندیدید حتما ببینید، چون نمیخوام تو هر جلسه بیام دوباره تکرار کنم و ویدیوها طولانی بشه. امروز هم مثل جلسات گذشته باید قبل از شروع کردن تمرین اصلیمون حسابی خوب گرم کنیم. واسه گرم کردن امروز میتونید در ویدیو اول استفاده کنید، یعنی همون تمرینایی که تو ویدیو اول واسه گرم کردن گفتم و انجام بدید و بعدش تمرین اصلی رو شروع کنید. همون تناب زدن، همون کششی‌های داینامیک و هر مسائلی که توی اون ویدیو گفتم و امروز انجام بدید. خب بعد اینکه حسابی گرم کردیم و بدنمون آماده انجام تمرین اصلیمون شد، میریم سراغ جلسه تمرینی اصلی امروزمون. همونطور که گفتم امروز می‌خوایم بالا تنه رو تمرین بدیم. واسه حرکت اول حرکت پوشاپ رو انتخاب کردم که تو 2 تا سطح بهتون میگم. اگه توان بدنتون یه مقدار بالاتره حرکت پوشاپ نرمال رو انجام میدید، به این صورت که زانوها رو رو زمین بر میدارید، پاها جفت، بدن رو به جلو، میرید پایین، نزدیک به زمین میایید بالا. دامن کامل، نصفه نمیزنید، دامن کامل. 3 تا 10 تکرار. اما اگه توان بدنتون فعلا یه مقدار پایین‌تره میتونید حرکت پوشاپ رو زانو رو انجام بدید. اونم به این صورت که دستا مثل پوشاپ نرمال میاد جلو، اما این بار شما زانو رو از زمین بر نمیدارید. زانو رو میذارید زمین، دستا یه مقدار جلوتر، بعدم میره پایین، نزدیک به زمین میاد بالا. این تمرین رو 3 تا 10 تا انجام میدیم. تمرین دوم که واسه عضلات سینه انتخاب کردم حرکت داون کراس با کشه. به این صورت کشو میخوابونیم روی زمین، پامونو تا جایی میذاریم که وقتی کشو میاریم بالا تا جلوی سرمون بیاد. وقتی هم تا پایین میاریم از اینجا به بعد دیگه کش ول بشه، یعنی زودتر کش آزاد نشه، تا اینجاها خنثیه. این تمرینم 4 تا 12 تا انجام میدیم، به این صورت که دستا از جلوی شکم تا روبروی سر بالا میان. خب میرسیم به تمرین سوم امروز. تمرین سوم امروز جلو بازو کش ایستاده تک تکه. به این صورت کش رو زمین پهن میکنید، هر دستگیره رو بر میدارید، پاتون رو روی کش قرار میدید به طوری که وقتی دستاتون بازه کش تو حالت خنثی باشه، یعنی کش فشار نیاورده باشه و اینکه خیلی هم ول نباشه. به این صورت وای میستید، سرسینه بالا، یه تکرار راست، یه تکرار چپ. این تمرینم 4 ست 10 تایی واسه هر دست انجام میدید. بین هر ست 45 ثانیه استراحت تو تمام حرکت ها. خب تمرین بعدی که باید بزنیم تمرین پشت بازو کش سوینگ به صورت جفت دست. به این صورت کش رو زمین دوباره میخوابونیم، این بار کش رو از پشت سر میگیریم جوری که وقتی دستا رو میاریم بالا تو این حالت کش تقریبا خنثی باشه، یعنی فشار زیادی رو کش نباشه و اینکه کش خیلی هم ول نباشه. هر جفت دست رو به هم میچسبونیم، آرنجا نزدیک به سر، مفصل شونه قفل، فقط از مفصل آرنج حرکت رو تکرار میکنیم به این صورت.
4 ست 12 تایی این تمرین رو تکرار میکنیم. خب حرکت پنجممون واسه سرشونه است. پرس، سرشونه، کش، ایستاده. همونطور که کش رو انداختیم رو زمین، این بار جوری طول کش رو انتخاب میکنیم و پامون رو میذاریم روش که به این صورت کش تو حالت خنثی باشه. دستا به صورت موازی، کش پشت آرنج. حرکت رو تکرار میکنیم. 1 2. این تمرین هم 3 تا 12 تا تکرار میکنیم. حرکت بعدی که واسه سرشونه میخوایم بزنیم حرکت نشر جانب کش تک دسته. به این صورت که کش رو خوابوندیم رو زمین، طول کش رو جوری انتخاب میکنیم که توی این حالت کش خنثی باشه، یعنی ول نباشه و اینکه خیلی روش فشار نباشه. به سمت جانب وای میستیم، هر دست 3 تا 10 تکرار این تمرین رو انجام میدیم به این صورتی که دارید میبینید. خب میرسیم به گروه عضلانی زیر بغل، بک یا همون پشت. واسه این گروه عضلانی من 2 تا حرکت انتخاب کردم که حرکت اول زیر بغل تک خم با کشه. به این صورت که شما کش رو پهن میکنید رو زمین. البته اینو بگم اگه حس کردید یه کش واسهتون سبکه، 2 تا کش رو بغل هم میچسبونید، چون این حرکت تک دسته و میتونید 2 تاشو به عنوان یک استفاده کنید. به این صورت پا رو میذارید روی کش، خم میشید حدوداً 75 درجه. یه دستتون رو بذارید رو زانوتون تا تعادل بهتری داشته باشید. به صورت خم دست رو تا جایی که کش اجازه میده میارید بالا. این تمرین هم 3 ست 10 تایی واسه هر دست انجام میدید. خب حرکت آخری که امروز باید انجام بدیم حرکت فیله اسپایدره. به این صورت که روی شکم میخوابید رو زمین، دست‌ها جلو کمی باز، پاها عقب کمی باز و به این صورت دست و پا رو همزمان میارید بالا. 1 2 3. نیم ثانیه بالا مکث میکنیم. سه تا 10 تکرار این تمرین رو انجام میدیم. خب این بود از جلسه تمرینی امروز، یعنی جلسه سوم از برنامه اول دوره تناسب اندام و لاغری توی 3 ماه. الان وقتش که بریم سراغ نکات تغذیه این جلسه. اما قبلش اگه تا اینجا ویدیو براتون مفید بوده، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید، چون لایک کردن شما باعث میشه که ویدیوهای ما به افرادی که بیشتر دنبال همچین محتوایی هستن پیشنهاد بشه و بتونن بیان ویدیوها رو ببینن. از طرفی من متوجه میشم که محتوایی که ساختم براتون مفید بوده. همچنین میتونید سوالاتتون یا نظراتتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید تا جایی که بدونم و بتونم راهنماییتون میکنم. و اگه دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید، باعث میشه که شما از ویدیوهایی که من به صورت هفتگی به طور مداوم قرار منتشر کنم زودتر با خبر بشید و بیاید ویدیوها رو ببینید. میرسیم به بحث تغذیه امروز. میخوام در مورد کربوهیدرات با هم دیگه صحبت کنیم. بحث چالشی و جنجالی کربوهیدرات. همونطور که احتمالاً شما هم شنیدید، میگن که اگه میخواید لاغر بشید و وزن کم کنید، باید به طور کل کربوهیدرات رو قطع کنید، که این کاملا اشتباهه. چون کربوهیدرات یکی از 3 درشت مغذیه که ما نیاز داریم مصرف روزانه‌شو داشته باشیم: چربی، پروتئین و کربوهیدرات. این 3 درشت مغذی رو ما باید هر روز به بدنمون برسونیم. خب اگه قطع کردن کامل کربوهیدرات واسه کاهش وزن و لاغری اشتباهه، پس چی درسته؟ واسه بحث کربوهیدرات ما 2 تا مسئله اصلی داریم. یکی بحث کالریه. همونطور که تو جلسه اول گفتم، کالری شماری مهمترین موضوعیه که توی کاهش وزن برای رژیم باید رعایت کنید. یعنی کالری دریافتیتون رو باید کمتر از کالری مصرفیتون بکنید تا بعدا مجبور بشه برای تامین انرژی از چربی‌های شما بسوزونه تا وزنتون کمتر بشه و دست چربیتون بیاد پایین و به تناسب اندام نزدیکتر بشید. کربوهیدرات هم مثل 2 درشت مغذی دیگه دارای کالریه و کالری کمی هم نداره.
همین باعث میشه که شما وقتی کربوهیدرات رو مصرف میکنید کالری دریافتیتون بره بالاتر و نتونید کالری منفی ایجاد کنید و یکی از عواملی باشه که جلوی کاهش وزن و کاهش درصد چربی شما رو میگیره. بحث دیگه‌ای که در مورد کربوهیدرات هست بحث انسولینه. شما وقتی کربوهیدرات مصرف میکنید نسبت به سطح گلایسمیکش که جلوتر میگم چیه باعث میشه که شما پیک انسولینی بشید، یعنی انسولین تو بدنتون ترشح بشه و قند خون بره توی عضلات و دوباره احساس گرسنگی بکنید و میلتون به غذا خوردن بیشتر بشه. حالا سطح گلایسمیک چیه؟ سطح گلایسمیک شاخصه برای اندازه‌گیری سادگی و پیچیدگی کربوهیدرات ها. یعنی به عنوان مثال هر چقدر سطح گلایسمیک یه ماده غذایی بالاتر باشه یعنی این ماده دارای کربوهیدرات های زود جذبه. اما نکته چیه؟ نکته اینه که هر چقدر کربوهیدرات ها زود جذب‌تر باشن بیشتر کمک به پیک انسولینی شدن میکنن. یعنی هر چقدر شما بیاید کربوهیدرات های زود جذب‌تر مثل قندهای ساده، مثل به عنوان حتی قندهای طبیعی به عنوان مثال خرما، انجیر، حتی کشمش، حتی توت خشک، اینا هم قندای زود جذب دارن. وقتی شما اینا رو مصرف میکنید باعث میشه که پیک انسولینی بشید و گرسنه تر بشید. این موضوع رو میتونید با آگاهی که الان به دست آوردید یه بار تست کنید. واسه همینه که پیشنهاد میشه شما کیک و کلوچه و اینجور موارد رو از برنامه غذاییتون حذف کنید، چون اونا سرشار از قندهای زود جذبن. یک، باعث میشن که شما پیک انسولینی بشید و دوباره گرسنه‌تون بشه. دو، اینکه کالری به شدت بالایی دارن و شما رو اصلا سیر نمیکنن و هیچ ماده مقوی و مغذی به شما تزریق نمیکنن. پس تو خوردن کربوهیدرات نباید افراط کنید، نباید تفریط کنید، چون اگه کلا کربوهیدرات رو قطع کنید یه سری عوارضی سراغ شما میاد. به یکی از مهمترینش اگه بخوام اشاره کنم اینه که اصلا نمیتونید تمرین کنید. حال تمرین نخواهید داشتم دوستانی که به مراجعه کردن کربوهیدراتشون کلا قطع بوده، پرفورمنس تمرینشون از 100% شده بوده 10%. این طرف تا قبل اون موضوع که اون رژیم رو بخواد بگیره و کربو رو کلا قطع کنه، به عنوان مثال پرستین دمبل رو هر طرف 20 میزد، الان 10 هم نمیتونه بزنه چون بدنش جون نداره، بدنش زور نداره. همونطور که اول این مبحث گفتم یکی از تامین کننده های سوخت برای بدن ما که خیلی هم مهمه کربوهیدراته. اما یه نکته تو پرانتز بگم، اینکه ما داریم رژیم هایی که توش کلا کربوهیدرات قطع میشه و مهمترین و معروفترینش که الان هم هست رژیم کتوژنیکه که میاد کربوهیدرات رو قطع میکنه و منبع اصلی تغذیه و انرژی میشه چربی. اما ما با اون رژیم کاری نداریم. ما یه رژیم کاملا نرمال میخوایم بگیریم، یه رژیمی که همه بتونن بگیرن و حتی خیلی هم ساده باشه که من ابتدای این جلسات تمرینی گفتم که ما رژیم کنترل کالری رو انتخاب میکنیم. پس رژیم هایی هستن که کربوهیدرات رو کلا قطع میکنن، یا یه رژیم دیگه وجود داره به اسم کرب سایکلینگ که این رژیم اصلا قطع نمیکنه کربوهیدرات رو، میاد همونجوری که از اسمش معلومه کرب سایکلینگ، میاد سایکل بندی میکنه، میاد کربوهیدرات رو دسته بندی میکنه. یه روزایی شما کربوهیدراتتون پایینه، یه روزایی کربوهیدراتتون بالاه، یعنی چیزی به اسم قطع نداریم، فقط تو رژیم کتوژنیکه که اونم بررسی‌های خیلی کاملی روش نشده تو دراز مدت تا ببینن آیا عوارضی داشته یا نداشته. اینکه شما از کتون ها به عنوان انرژی مصرف میکنید آیا کاربرد کربوهیدرات رو داره یا نه. پس این رژیم رو ما میذاریم کنار، در مورد رژیم کنترل کالری داریم صحبت میکنیم و با هم تو راستای این رژیم داریم پیش میریم. خب این بود از پایان جلسه امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. سعی میکنم تو خلاصه ترین حالت ممکن مطالب رو بگم، هرچند میدونم یه مقدار تایم ویدیوها داره طولانی میشه و ممکنه حوصلتون خارج بشه، ولی دیدن این ویدیوها شما رو چند سال جلو میندازه. اینم به خاطر اینه که من تمام تجربیاتی که کسب کردم و دارم به صورت خلاصه و کامپکت شده در اختیار شما میذارم. پس لطفاً حتما اگه از ویدیو خوشتون میاد لایک کنید تا بتونم با قدرت بیشتر و انگیزه بیشتری ادامه ویدیوها رو براتون بسازم. منتظر جلسه آخر برنامه اول دوره تناسب اندام و لاغری تو 3 ماه باشید. چاکس.